سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز سه‌شنبه 7 ژانویه است و ما یه تحلیلایی داشتیم. یک شنبه که من ویدیوشو گذاشتم میگفتم قیمت به سمت این افیجی و برابری اینجا و در درجه اول به اینجا کشیده میشه که همین اتفاقم افتاد و من دیروز اومدم یه پوزیشنی که گرفته بودم رو یورو با شما به اشتراک گذاشتم که چرا چی شد و چی دیدم. و امروزم من یه پوزیشنی گرفتم که دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. دلاری که داشتیم نگاه می‌کردیم، من توی تایم فریم 4 ساعته می‌دیدم که قیمت داره از توی این ریجکشن به سمت پایین میاد. توی تایم فریم یه ساعته که می‌کردیم می‌دیدم من همونجا یه FVG از اینجا تا اینجا دارم و تارگت من برابری اینجاست، چون اوپن کلوزشون خیلی نزدیک به همه و این میشه برابری و یه کف دیگه دارم که اینجاست. پس من میگفتم قیمت این دوتا جا رو می‌بینه. من با همین دید پوزیشنی گرفتم روی یورو یو اس دی. تایم فریم دیلی بود که میگفتم من قیمت به سمت این FVG میاد و در آخرم به برابری اینجا و این سقف کشیده میشه و تارگت سقف دیروزم من داشتم، یعنی قبل از اینکه این کندل چک بگیره من سقف اونجا رو هم میخواستم. توی تایم فریم 4 ساعته من دیدم که قیمت داره از توی این FVG به سمت بالا میره. توی تایم فریم 1 ساعته من یه ریجکشن اینجا داشتم و سقف دیروزمه که دوست داشتم قیمت اونجا رو ببینم. میدیدم من تو این FVG دارم حمله میکنم به سمت بالا. توی تایم فریم 1 دقیقه از ساعت 2 لندن به بعد که روی تایم نیویورکه من اومدم دنبال پوزیشن لاین بودم. من ریجکشن 1 ساعته رو داشتم، سقف بالا دیروزم هم داشتم که احتمال میدادم قیمت به سمت اون کشیده بشه. توی این FVG من شروع کردم لاین کردن تا اینجا. 90% پوزیشنم اونجا بستم، 10% دیگه هم دوست داشتم که تا اونجا باز بذارم. بذاریم من نشون بدم که کجا لاین کردم. من ریجکشن 1 ساعتمو داشتم و سقف دیروزمو و میدیدین که ساعت 2:21 دقیقه بود. من توی این FVG ورود کردم، قیمت دوباره اومد توی FVG من یه ورود دیگه کردم، استاپمو گذاشتم پشت این، رو حد وسط اینجا من یه لاین کردم و قیمت میبینین که اومد. من اینجا یه سیو سود داشتم و اینجا یه سیو سود، 90% هم 10% هم باز گذاشتم که بره سقف اونجا رو ببینه و میبینیم که قیمت اومد و استاپ منو زد. یعنی در واقع من ضرری نکردم، تو سودم بستم، 90% پوزیشنم رو دادم رفته، 10%ش که باز بود یه مبلغ ناچیزی هم اینجا استاپم خورد و خواستم به شما نشون بدم دیده امروز رو یورو رو که من توقع دارم اونجا رو بزنه. امیدوارم به دردتون خورده بوده باشه این ویدیو و تا ویدیوهای دیگه من دوباره برمیگردم و امیدوارم این ویدیو به درد شما خورده باشه.